بچگیام دوران خوشی داشتیم. یه ننه محمد بود، این خوب زنی، یه چشوی داشت آبی آبی رنگ آسمون. اینقدر قصه‌های خوب بلد بود. همیشه اندیر گردو و نخوچ کشمش همراهش داشت، میداد به ما میخوردیم. نبات هم گوشه چارقدش بسته بود، به ما میداد، میگفت بخورین ننی، بخورین ننه. اینقدر اینو قشنگ میگفت که این نبات به دهن ما طعم میکرد. خیلی قصه‌های خوب میگفت، اما هر وقت میخواست قصه بگه اینقدر آب و تاب میداد. مثلا میگفت هیچی بود هیچی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر کی بنده خدان بگی یا خدا. خب ما هممون میگفتیم یا خدا. حالا یکی از اون قصه‌ای که ننه محمد میگفت من خیلی خوشم اومده بود براتون میگم. یه پادشاهی بود توی شهری که اسمش گرگین بود. این گرگین همه چی داشت، هیچی کم نداشت، مال و منال، دنگ و فنگ، همه چی داشت، اما یه قصه داشت. حالا قصهش چی بود؟ همش میگفت چرا خدا یه بچه‌ای به من نمیده؟ خیلی دلش بچه میخواست. تا یه روزی اومدن به پادشاه خبر دادن که شما بچه دار میشید، خدا به شما بچه میده. خیلی خوشحال شد. خیلی این پادشاه به شکارم علاقه داشت. اومدن و یه عده‌ای شدن و رفتن برن شکار. 2 وزیرم همراهش بود. یه وزیرش اسمش فرخ بهزاد بود، یکیش فارس بهرام. وقتی رفتن تو شکارگاه، اونجا که رسیدن یه گراز گنده حمله کرد به پادشاه. پادشاه زخمی کرد. پادشاه بدبخت افتاد به ناله کردن. همطور که زخم اذیتش میکرد و ناراحت بود، به 2 وزیراش گفت دیگه کار من تمام، من نمیرم. زخم من خیلی ناراحتم. زن من آبستن، بچه که به دنیا آورد. اگر پسر بود شما اونو تربیتش بکنید و به تخت بشونیدش. اگر دختر بود خب تربیتش بکنید، اما چون نمیتونه جانشین من بشه، فرخ بهزاد که علم و دانشش زیاده، او عوض من پادشاه بشه. این حرف رو زد و بدبخت پادشاه مرد. وزیراش اینا 3 روز برش عزاداری گرفتن. بعد 3 روز خب باید فرخ بهزاد پادشاه بشه دیگه. پادشاه شد، اومد رفت نشست به تخت، دستور میداد، فرمون میداد، اما یه فکر ناراحتش کرد. همش پیش خودش میگفت اگر زن گرگین بچه به دنیا بیاره و بچهش پسر باشه، خب او پادشاه میشه دیگه، دوباره من وزیر میشم. این بود که یه فکر شیطانی اومد تو مغزش که زن پادشاه گرگین رو بکشه. همین کارم کرد، دستور داد به غلاما و نوکراش زن گرگین رو ببرن توی یعنی نوکر، اینا که خدمت میکردن، مثل سرباز بودن تو دستگاه پادشاهی. بله، اومدن زن پادشاه گرگین رو بردن توی یه جنگلی که نابودش بکنن. فرخ بهزاد به فارس بهرام گفته بود میخوام یه چنین کاری بکنن. فارس بهرام ناراحت بود و اومد رفت که بره، یعنی نذاره این کار بشه، نذاره زن بکشن. موقعی رسید که آخه زن گرگین شاه کشته بودن، دیگه چه کار میتونست بکنه؟ اومد یه کاغذ نوشت که شرح حالی بچه اینجور و این بچه اینطور و اینا، و بچه هم پسر بود. گردنبند مادر بچه رو در آورد و این کاغذ گذاشت تو گردنبند، کرد گردن بچه. یک پارچه هم از لباسای مادر برداشت و پیچید دور بچه، هرچند طلا و جواهر همراه مادره که همون زن گرگین شاه باشه، اونا رو هم گذاشت توی اون پارچه و رفت. مادر بزرگ جون، اون بچه که پیش زن گرگین شاه افتاده بود همون پسر گرگین شاه بود؟ ها که دلش بچه میخواست، اما خب دیگه از بین رفته بود دیگه. حالا بچه بلا تکلیف بود. حالا قدرت پروردگار رو ببینی. یه جفت شیر توی جنگل بودن، یکشون نر بود یکشون ماده بود. اون شیر ماده اومد و رفت اینطوری
جسد زن رو بو کرد که همون زن گرگین شاه باشه. دید یه بچه اونجا، اومد رفت و بچه رو شیر داد. چند روز حواسش جمعی بچه کرد، هی شیرش میداد، بچه زنده موند. حالا بشنوید از بازرگانی به نام خواجه اسعد. خواجه اسعد هر وقت میخواست بره از این جنگل رد میشد. وقتی اومدن و نشستن پای چشمه خستگی درد بکنن، دید صدای گریه بچه میاد. رفت ببینه بچه چیه، کجاست؟ دید یه بچه اونجاست، دید که پارچه پیچیدنش. این طرف رو نگاه کرد، اون طرف رو نگاه کرد، این بچه کسی رو نداره. بچه رو بغل کرد و همراه خودش برد. وقتی که پارچه رو از دور بچه باز کردن، دیدن یه گردنبندی توی سینه‌شه و یه مشتم جواهر توی اون پارچه بود. بچه پسر بود، اسمش گذاشتن شیرزاد. تا بچه 5 سالش شد، خوندن و نوشتن و همه کارا رو یادش دادن. یه پسر باهوش و زرنگی شده. از اون طرف بشنوید فرخ بهزاد که به تخت سلطنت نشسته، اونم یه دختر پیدا کرد. اسم دخترش گذاشت گلشاد. گلشاد هم دختر باهوشی بود. همه هنرهایی که بایستی به دختر یاد بدن بهش یاد دادن، اما گلشاد دوست می داشت که علم نجوم، ستاره شناسی و اینا یاد بگیره. اومد پیش پدرش گفتش که من اینجوری دلم میخواد. پدرش گفت باشه، هیچ اشکالی نداره. یه باغ بزرگی برای دخترش درست کرد. اسم این باغ هم گذاشت باغ فردوس. فردوس یعنی بهشت. این باغ 9 تا اتاق داشت. توی سقف اتاقا نقشه های مال ستاره شناسی و سیارا اینا کشیده بودن که وقتی گلشاد میرفت توی اتاقا درس ستاره شناسی بخونه. حالا از اون طرف بشنوید از منزل یه عده خونه خواجه اسعد مهمون بودن. حرف از این طرف تا حرف رسید به باغ فردوس. خیلی تعریف از باغ فردوس کردن، از گلشاد که داره علم یاد میگیره. شیرزادم اونجا نشسته بود، خیلی حواسش جمع کرد و دلش میخواست که باغ فردوس رو ببینه. اومد رفت پیش خواجه اسعد، گفتش که من ازتون خواهش میکنم منو ببرید که باغ فردوس رو ببینم. خواجه اسعدم چون شیرزاد خیلی دوست میداشت قبول کرد. اومدن و تدارک مسافرتشون دیدن و رفتن برن باغ فردوس رو ببینن. بین راه کنار یه چشمه نشستن و که استراحت بکنن. شیرزاد رفت خب شکار بکنه و گردش بکنه. از اون طرف بشنوید که گلشادم اومده بود اونجا برای گردش و شکار و تفریح. وقتی این عده رو دید یه دوستش فرستاد که برو ببین اینا کیه، از کجا اومدن، کجا میخوان برن. دوست گلشاد اومد رفت رسید به شیرزاد که داشت شکار میکرد. شیرزادم گفتش که حقیقت اینه که ما آمدیم بریم باغ فردوس رو ببینیم. دوست گلشاد برگشت پیش گلشاد و گفتش که ها اینا اومدن برن و باغ فردوس رو ببینن. گلشاد رفت تو فکر، تصمیم خودشو گرفت. حالا بشنوید از فردای اون روز. فردای اون روز گلشاد اومد همینجا چادر زد و با دوستاش اومدن نشستن. دوستش رفت به شیرزاد گفتش که گلشاد از شما دعوت کرده که بیان تو. وقتی شیرزاد اومد دید گلشاد نشسته روی استاب درخشان. خیلی از قیافه گلشاد خوشش اومد، رفت نشست اونجا و خب ازش پذیرایی کردن، احترام کردن و گلشاد گفت خیلی خوب، شما که حالا میخواین باغ فردوس رو ببینید من شما رو میبرم، چون که من صاحب اون باغم، شما رو میبرم و اون باغ رو بهتون نشون میدن. شیرزاد برداشتن و بردن توی باغ فردوس. همینجور که گردش می‌کرد گلشاد داشت باغ و اتاق و سقف و همه رو نشون میداد. یه باغبون خبرچین اونجا بود، بدو رفت و به فرخ بهزاد گفت چه نشستی که یه مرد اینجا اومده توی باغ و با دختر داره صحبت میکنه. فرخ بهزاد خیلی عصبانی شد، کی اجازه داشتی بیاد اینجا؟
خیلی عصبانی شد و گفت چند نفر برن ببینن این پسر کیه، بگیرن بیارن اصلا بخوشیدش. چند نفر سرباز رفتن، وقتی که رفتن جنگیدن با شیرزاد که خب در نمیمون، باشون جنگ کرد، چند نفرشون رو کشت و چند نفرشون زخمی. خبر رسید به گوش فرخ بهزاد، عده بیشتری رو فرستاد و گفت برید هر طوری دستگیرش بکنید. اون عده هم که اومدن نتونستن که مقابله کنن با شیرزاد زخمیشون کرد. از اون طرف بشنوید از خواجه اسعد وقتی برش خبر بردن که اومدن میخوان با شیرزاد جنگ بکنن، با یه عده چند صد نفری حرکت کرد و اومد به کمک شیرزاد. جنگ در گرفت. سربازا که دیدن مغلوب شدن، شکست خوردن، عقب نشینی کردن، رفتن پیش فرخ بهزاد، رفتن جریان رو گفتن. فرخ بهزاد دید خب این که نمیتونه با جنگ اینا رو مغلوب بکنه، گفت بذار از در دوسی بیایم تو. فارس بهرام و فرستاد، گفت برو پیش خواجه اسعد ازش خواهش بکن، بهش بگو که تشریف بیاری پیش ما. فارس بهرام وقتی اومد پیش خواجه اسعد، خواجه اسعد گفت شما این پسر رو میشناسی؟ فارس بهرام گفت حتما پسر خودتونه دیگه. گفت نه، تمام ماجرای زندگی شیرزاد رو گفت که این پسر گرگینه و اینطور شده، تمام بهش گفت. فارس بهرام یادش اومد، شروع کرد به گریه کردن، خیلی گریه کرد، یادش اومد به گذشته. خواجه اسعد فرستاد عقب شیرزاد که آوردن اینجا، یه مرتبه فارس بهرام افتاد به پای شیرزاد و زار زار گریه کرد. شیرزاد تعجب کرد، چرا این همچی کارا رو میکنه؟ چرا اینجوری میکنه؟ از خواجه اسعد موضوع رو پرسید. خواجه اسعد برای شیرزاد گفت که این فارس بهرام چرا گریه میکنه. فارس بهرام اومد رفت پیش فرخ بهزاد، گفتش که میدونی این پسر کیه، شیرزاد کیه؟ گفتش که کیه؟ گفت این پسر همون شاگرگینی که مادرشو کشتی، اومده تاج تختشو میخواد. اطرافیام که اونجا نشسته بودن، بزرگان و اینا، گفتن حق داره، همه تأیید کردن که حتما باید تاج تخت شیرزاد بهش بدن. فرخ بهزاد هم چاره‌ای نداره و خب پسر بزرگ شده، حقشو میخواد. شیرزاد رو آورد و تخت و تاج پدرش رو بهش برگردون. خب شیرزاد به حقش رسید و رفت به تخت سلطنت نشست. سالهای سال سلطنت کرد و حکومت کرد، اما با عدل و داد، با نیکی با مردم، که مردم خیلی از خوبیای اون حرف می زدن. اما همیشه قصه‌دار بود، خیلی ناراحت بود. یادش می آمد به مادرش، هر وقت یادش می آمد به مادرش و این فرخ بهزاد می دید خشمگین می شد و دلش می خواست که انتقام بگیره. اومد رفت به گلشاد گفت تو میدونستی که پدر تو مادر منو بیگناه کشته؟ گلشاد چی بگه؟ فکر کرد، سکوت کرد. شیرزاد گفت من فرخ بهزادو زندانی میکنم، میسپارمش به دست قانون تا قانون مجازاتش بکنه. گلشاد خب دختر فهمیده‌ای بود، علم داشت، گفت باید پیش خودش گفت باید به یه طریقی من سر شیرزاد رو گرم بکنم. تا شیر خورده من تلفن جواب میدم، خودش میگم